سلام، من میتیم. خوشحالم که دارین ویدیوی من رو نگاه میکنید. توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که چطور با کمک هوش مصنوعی میتونید سطح زبان خودتون رو ارتقا بدین. من توی این ویدیو با 3 تا از هوش مصنوعی که احتمالاً اسماشو شنیدین حداقل کار کردم که به ترتیب چت جی پی تی، گوگل بارد و بینگ چت هستش. حالا به غیر از زبان شما خیلی کارهای دیگه میتونید با این هوش مصنوعی انجام بدید، مثلا ایده گرفتن، الهام گرفتن واسه کارتون، یا برای کسایی که دانشجویان مقالات خیلی بلند دارن و اینا نیاز دارن که یه قسمت خاصی از اونو مطالعه کنن و وقتشو ندارن که تمام اون مقاله رو بخونن، میتونن مقاله رو به صورت پی دی اف به این هوش مصنوعی بدن و اون چیزی که دنبالشن رو از این هوش مصنوعی بپرسن و اون کل اون مقاله رو مطالعه میکنه و میاد بهتون جواب میده. و یه سری هوش مصنوعی ها هستن که شما به کمک اونها میتونید تصاویر خلق کنید از طریق پرامپت نویسی، که مهمترین بخش هوش مصنوعی همین پرامپت نویسی هستش. بستگی داره شما چطور ازش درخواست کنید. توی آموزش زبان هم همینه، بستگی به سوالی داره که شما ازش میپرسین. سوالی باشه که مثلا شما بخواید از استاد زبانتون بپرسین، اگه ازش سوال بپرسین اونجوری خیلی خوب برمیگرده جوابتون رو میده. پس همش بستگی به سوال کردن خودتون داره. بعد مثل یه انسان واقعی باش صحبت کنید. و توی آپدیتی که جدیدن چت جی پی تی برای نسخه رایگانش داده که قبلا توی نسخه پولیش بود، اینه که شما میتونید باش به صورت وایس مسیج صحبت کنید و برای کسایی که دوباره بخواد زبان یاد بگیرن خیلی مفیده واسه تقویت کردن لهجهشون. خب حالا با این اوصاف بریم این ویدیو رو شروع کنیم ببینیم چطور پیش میره. این اولین ویدیوی من هستش، احتمالاً ایراداتی هم داره 100%، به امید اینکه تو ویدیوهای بعدی بیشتر پیشرفت کنم. ما اولش با چت جی پی تی شروع میکنیم که به این صورت وارد سایت میشین و اکانت خودتون رو میسازین. یه ایمیل میدین و بعد یه پسورد انتخاب میکنید برای خودتون که شامل حرف بزرگ باشه، حرف کوچیک، اعداد، که ایراد نگیره پسوردتون. و میرید داخل ایمیلتون و وریفای میکنید ایمیلتون رو که اجازه بده وارد اکانتتون بشین. خب وارد ایمیل میشین، وریفای میکنین و تمام. اسم و فامیل و تاریخ تولد از اون میگیره و تمام. اینجا شما میتونید دیگه هر سوالی میخواین ازش بپرسین، جوابتون رو میده. حالا شما تو هر زمینه میتونید سوال بپرسید دیگه، همونجوری که گفتم فقط زبان نیستش. بعدی شو که باز میکنیم گوگل بارد هستش. این گزینه ترای بارد رو میزنید و تمام. اینجا باید اگری رو میزدم که نزدم. و تمام. اون تیکم که برای اینه که اگه بخوایم بهتون ایمیل بده که زیاد لازم نیست. اینم از گوگل بارد. آخری هم بینگ چت هستش که برای مایکروسافت که جدیدن از چت جی پی تی 4 پشتیبانی میکنه که شما اگه بخواین از اوپن ای آی استفاده کنید چت جی پی تی 4 رو ماهیانه تقریبا $20 هزینه شه. و اینم بیایتون باشه، باید داخل اکانت اوتلوکتون ساین این کنید. حالا شروع کنیم از چت جی پی تی ببینیم چطور جواب میده در رابطه با زبان. میبینید اومدش اولش یه جواب کلی به همون داد که چطور یه زبان جدید بخوایم یاد بگیریم چطور پیش بریم بهتره.
حالا ازش یکم جزئی تر میخوایم که الفبا رو و تلفظش رو بهمون توضیح بده. همونطور که می‌بینید باید تلفظشون رو به فارسی نوشته، جور دیگه نمیتونه جواب بده مطمئناً. ببینیم مثلا بهمون ویدیویی از یوتیوب یا جای دیگه اصلا معرفی میکنه چت جی پی تی یا نه. نه، اومدش گفتش که این 3 کلید واژه رو اگه توی یوتیوب جستجو کنید میتونید به همون ویدیوها برسیم. حالا بریم ازش بخوایم که ضمایر رو با مثال واسمون توضیح بده، ببینیم چطور جواب میده. اگه من تو طول ویدیو زیاد صحبت نمی کنم، میخوام که بیشتر همون صحبت های هوش مصنوعی رو ببینید، تمرکزتون بیشتر رو همون باشه. و تو اینجور موارد سوال کردن خیلی خوبه که ازش بخوایم بهتون چارت بندی بده که خیلی مرتب بهتون جواب بده. میبینید دقیقا میاد مثل یه جزوه بهتون جواب میده. حالا شما میتونید اینا رو کپی کنید داخل ورد، پرینت بگیرین که همراهتون باشه، به جای دیگه سیوشون کنید که وقت داشتین دوباره برگردین بهش مطالعه کنید. هرچند این گفتگویی که شما میکنید با هوش مصنوعی همینجا میمونه و پاک نمیشه. اگه شما دفعه بعدی هم وارد اکانتتون بشین اون سمت چپ رو که ببینید نوشته کمک به کاربر، مثلا توی اون قسمت بزنید، میاد کل این چتی که باش داشتین رو بهتون نمایش میده. حالا من خیلی دارم سوالای سرسری ازش میپرسم، شما سعی کنید سوالاتتون رو خیلی جزئی تر ازش سوال کنید که جوابای بهتری بتونید ازش بگیرین. اگه بتونید باش حتی به رومن یا زبان دیگه که میخوای یاد بگیریم، مثلا انگلیسی، باش به زبان انگلیسی صحبت کنید، خیلی بیشتر بهتون کمک میکنه. و همونطور هم که گفتم توی ورژن جدیدترش شما میتونید از طریق وایس مسیج باش صحبت کنید اصلا، که اوایلش یه مقدار سخته به خاطر اینکه تلفظ باید خیلی صحیح باشه و از زبان فارسی اصلا پشتیبانی نمیکنه فعلا. از این سوال هم زیاد ازش بپرسیم. من از هم اومدم یه جمله اشتباه نوشتم و ببینید میاد قشنگ جز به جز بهتون میگه کجا اشتباه، صورت صحیحش مثلا چطوره. و حالا یه جمله درست بهش میگیم که ببینیم نظرش در مورد اون جمله چیه. و یه کار دیگه که میتونید بکنید اینه که مثلا ازش بخواین که به زبان رومانیایی بیاد براتون یه مکالمه فرضی درست کنه. مثلا شما میخواین برید داروخونه قرص ویتامین C بگیرید،
بهش بگین که مثلا یه مکالمه فرضی برای خرید قرص ویتامین C از داروخونه برای من درست کن و اون میاد دقیقا یه مکالمه براتون درست میکنه از همون روز به خیر اولش تا آخرش که مثلا میخواین حساب کنید و خداحافظی کنید. یه چیز جالب دیگه هم که دارن اینا، شما هر دفعه که سوال بپرسین بر نمیگرده دوباره همون جواب بهتون بده. مثلا من اینجا افعال رو پرسیدم، شما اگه یه افعال ازش سوال کنید شاید بیاد یه افعال دیگه بهتون بده. من مثلا اگه یه بار دیگه از این سوال کنم دقیقا همینا رو نمیاد بهتون بگه. اگه هم همین افعال رو بیاد به کار ببره مثالاش 100% فرق میکنه، میاد مثلا یه مثالای دیگه براتون میزنه و این میتونه دایره لغات شما رو خیلی وسیع تر کنه. و اگه دوستی ندارین که بخواین باهاش روان صحبت کنید که زبانتون تقویت بشه، با همین هوش مصنوعی میتونید صحبت کنید، ایرادتون رو میگیرن و میتونید در مورد چیزهای مختلف صحبت کنید. مثلا در مورد زبان صحبت نکنید ولی به زبان رومانیایی در مورد علاقه خودتون صحبت کنید. شما مثلا به طراحی علاقه دارید، مثلا به برنامه نویسی علاقه دارین، میتونید ازش به زبان رومان در مورد اون چیزا سوال کنید و هر جایش متوجه نشدین ازش بخواین که این متن قبلی که براتون فرستاده رو ترجمه کنه به فارسی و خیلی در ترجمهش میکنه به فارسی براتون. این یه قسمتش قشنگ بود که خانمون توی فارسی استاده کرده و یه نه اضافه کرده بود که مثلا مؤنث. حالا ببینیم بارد چطور جواب میده، همونا رو دوباره کپی میکنیم این و جوابای بارد رو ببینیم. حالا دیگه این انتخاب خودتونه دیگه، از جواب دادن و کدومشون بیشتر خوشتون میاد، از رابطه کاربری کدوم بیشتر خوشتون میاد با همون کار کنید. اگه ببینید گوگل الان گزینه وایس اون پایین فعال داره. اینم بینگ چته که برای مایکروسافته که از چت جی پی تی 4 استفاده میکنه. من خودم رابطه کاربری همین بینگ چت رو بیشتر میپسندم. ببینید مثلا این اصلا تلفظ هیچی نداد به ما. ببینیم بارد ویدیو به همون میده که نداد. حالا ببینیم این میده ویدیو، این چت بینگ چت میده ویدیو. ببینید لینک گذاشت براتون که از طریق اون لینک ها میتونید برید اون ویدیو رو در مورد تلفظ کلمات و الفبا ببینید. ولی من نزدم چون کپی رایت میخوره. حالا بقیه سوالا رو ببینیم چطور جواب میدن. اون پایین دقت کنید علامت میکروفون هستش، بذارید با گوگل بارد حتی صحبت کنید به صورت وایس مسیج. حتی میتونید عکس بذارید براتون اون عکس رو تحلیل کنه. مثلا شما اگه کتونی خوشتون اومده یه جور عکسش رو دیدین، اون عکس رو برای اینو آپلود میکنید و ازش بخواید که مدل اون کتونی رو بگه، دقیقا مدل همون کتونی میاد بهتون میگه. مثال یعنی مثال ساده. من اینجوری یادم رفت بود که وارد اکانت اوتلوک مایکروسافت هم بشم، اونو انداخت بیرون، کل چتم باش پرید که در ادامه ویدیو یه بار دیگه این اتفاق میفته. و اگه هم مرورگر اج استفاده کنید دیگه خیلی راحت تره واسه استفاده کردن از این بینگ چت. بعد یه کار دیگه هم که میتونید بکنید، مثلا شما یه فعل یا میدونید مثلا میگید که مثلا فعل انجام دادن، مثلا یو فاک، شما میتونید ازش بخواین که مثلا شما نمیدونید مثلا
بخواید به چند نفر بگین چجوری باید بگین مثلا این فالشو، میاد ازش بخواید که مثلا اون فعل خاص رو بیاد براتون صرف کنه و چند تا مثال براتون بزنه و اینجوری هم میتونید خیلی بیشتر ازش یاد بگیرین. این بینچت مثلا زمانا رو زیاد جالب جواب نداد، جوابش کامل نبود. دیدین دوباره من انداخت بیرون. این خیلی خوب اومد توضیح داد اشتباه جمله منو. و این 3 تا سایت هم میتونه خیلی بهتون کمک کنه که یکشون اصلا با وایس Salut. Bună dimineața. Bună dimineața. و موضوع مختلفی هم داره. میشه موضوع مثلا شاپینگ ازش انتخاب کنید و به وایس های اون گوش بدین. واسه عادت کردن گوشتون خیلی خوب. مثلا این صندوق دار یه چی میگه که متوجه نمیشیم، معمولا توی این مثالایی که اینجا میاره چیزای روزمره رو زیاد استفاده میکنه. سایت هاشون هم کاملا رایگانه تا یه قسمتی. و لینک هاشون رو من حتما داخل دیسکریپشن میذارم که اگه خواستین بتونین راحت استفاده کنین و دسترسی داشته باشین. این اومد مثلا روزهای هفته رو دونه میتونید ازش بپرسین تلفظاشو. تلفظاش البته یکم کتابیه ولی میشه تو روزمره هم استفاده کرد. این هم سایت دوم که بیشتر جزوه است این سایته. و همونطور که میرید یکیش فقط با همراه با صداه که میاد همون جزوه رو میخونه براتون. Lesson 1. The alphabet. Consoane. The consonants. B as in board. Ch as in car. D as in deer. F as in flower. J as in Greg. H as in hippo. J as in garage. Kappa as in kiosk. L as in lamp.
این جزوه رو راحت میتونید پرینت هم بگیرید. اون بالا گزینه پرینت رو می‌بینید، میتونید دانلودش کنید به صورت PDF که همراه خودتون داشته باشید. همزمان برای تقویت زبان انگلیسیتون هم خوبه. رومن به انگلیسیه، بعد کنارش متوجه نشدید میتونید از دیکشنری هم استفاده کنید. این هم سایت آخر که Bună ziua! Unde este همونطور که toaleta, vă می‌بینید rog? تصویری هم داره، یه La سری mulți ani. انیمیشن Sărbători هم که نیست، یه fericite! سری Un an nou تصویر fericit! ثابته. Felicitări! Bună ziua! ببینید این بونه سایت هم سرم. مثلا موضوع مختلف داره که میتونید La باش تمرین revedere. کنید. Pe curând. Da, Îmi place mult țara ta. te iubesc. Sunt fericit. Sunt trist. Îmi este cald. E prea mare. Vrei să ieșim în seara aceasta? بازم مرسی که ویدیوی من نگاه کردین و وقت گذاشتین. امیدوارم که دوباره به کانال من سر بزنید. خدا نگهدارتون.